نامه برای کی؟ برای خدا. برای خدا. چطوری؟ نامه می نویسم، تم میزنم، میبرم اونجای جاده اسفالت، بعد اونجا صندوق پست هست میندازم تو صندوق پست، اون وقت میره پیش خدا. توی نامه میخوای چی بنویسی؟ سلام خدا، اسم من محسنه، خواهرم اسمش معصوم است، مادر ما مریض است، حالش خیلی بد است. مادرم باید به بیمارستان برود تا دکترها حال او را خوب کنند، اما خیلی پول زیاد میخواهد. من و معصومه برای شما نامه مینویسیم تا شما نامه ما را بخوانید و بیایید مادر ما را به بیمارستان ببرید. شما خیلی مهربان هستید، شما بچه ها را خیلی دوست دارید. اگر شما نیایید من و معصومه خیلی ناراحت میشویم. من و معصومه غیر از شما هیچ کس را نمیشناسیم که به ما کمک کند. من و معصومه هر روز میاییم سر جاده روستای نرگسان و منتظر میمانیم تا شما کسی